قبول کن، پیشواز بگیر که ماهش آمد. خوابش نمازی نفل نوشته می شود، نفس انسان روزدار ذکر نوشته می شود. والله قسم قامت شیطان می شکند. این ماه 11 ماه دیگر مثل حضرت یوسف در بین 11 برادرش هست. یعنی الله بزرگوار می خواهد که به سبب روزه گرفتن من و شما را به دوستی خودش برساند. از او در ریان در روز قیامت انسانهای روزدار داخلی جنت. در روزه گرفتن این بود است که ما در درگاه خدا حرمت و عزت و قدر و محبوبیت من برای شما فرض گردانده ام روزه گرفتن را، چی نوع و رنگی که فرض گردانده بودم برای شخصیت هایی که پیش است. برادران عزیز بزرگوار من، اکنون انشاءالله کوتاه هم باشد این بگه یک چیز در باب فضیلت این ماه شریف، ماه نور، ماهی توشه جمع کردن و ماهی خوشبخت شدن و ماهی نجات یافتن و ماهی پیروز شدن و ماهی پاکیزه شدن از غژدی و بدی و گناه انشاءالله رب العالمین به شما صحبت میکنم. برادران عزیز بزرگوار من، عزیزای خدا، ماه رمضان یک مثال خیلی زیبایی میارن. میگن ماه رمضان این خودش یک ماه است. ماه رمضان در مابین 11 ماه دیگر مثل حضرت یوسف در بین 11 برادرش هست. سبحان الله. یعنی الله بزرگوار میخواهد که به سبب روزه گرفتن من و شما را به دوستی خودش برساند. الله میخواهد که ما یعنی اولیای او باشیم، دوستدارهای او باشیم، شخصیت‌های باشیم که الله ما را دوست بدارد. و انسان‌های متقی شخصیت‌هایی هستند که از همه بقدرترین، از همه بحرمتترین، از همه محترمترین شخصیت‌ها در نزد الله رب العالمین هستند. الله بزرگوار می‌فرمایند ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما، بقدرترین شما، از همه محبوبترین شما در نزد الله بزرگوار انسان‌های یعنی متقی و پرهیزگار هستند. اکنون برادران بزرگوار من، یکمین فایده روزه گرفتن این بود است که ما در درگاه خدا حرمت و عزت و قدر و محبوبیت و دوستداری پیدا کنیم. الله بزرگوار میخواهد که به سبب روزه گرفتن ما را پاکیزه کنه، شستشو کنه، اصلاح کنه، خوب کنه، تربیه کنه، درست کنه و در درگاه خود، در نزد خود برای ما عزت و حرمت و قدر و جاه و درجه و فضیلت و شرافت و کرامت برای ما ببخشد. اکنون برادران بزرگوار من، وقتی که ما فهمیدیم که روزه چی فایده داشته است، باید به این نوع، به این عبادت ما عاشق شویم. چون که چی نوعی که انسان وقتی دردمند شد حرکت میکنه برای طبابت، وقتی اون طبیب برای او یک کاغذ می نویشه که در یک روز این یعنی داروها را در این وقت بخور، دیگرهاش در این وقت بخور، هر کدومش در جاش رعایه میکنه تا اینکه شفا بیابه، ما و شما هم باشه باید حرکت کنیم که این روزه را به خوبی چقدر به احترام و نیکی قبول داشته باشیم، روزه بگیریم، از لحظه هاش استفاده ببریم. الله بزرگوار میفرمایند که ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید، یعنی ما و شما مؤمن ها را خطاب دارد. الله بزرگوار به سوی ما و شما فریاد دارد که ای آن ذاتانی که دعوا داره که ما به خدا ایمان داریم، ما مؤمن هستیم، ما مسلمان هستیم. الله بزرگوار به سوی ما خطاب دارد که میفرمایند من برای شما فرض گردانده ام روزه گرفتن را، چی نوع و رنگی که فرض گردانده بودم برای شخصیت هایی که پیش از شما بودند. یعنی ماه رمضان یا اینکه روزه گرفتن تنها برای ما امت اسلام و امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرض نشده است، بلکه برای تمام امت های گذشته این روزه گرفتن. دوستای خدا میفرمایند که 11 ماه ما و شما گناه و معصیت میکنیم، 11 ماه ما و شما از خدا رو میگردانیم، 11 ماه ما و شما از قفای شیطان و نفس و دنیا میدویم، خدا را فراموش میکنیم، گناه و معصیت میکنیم.
بعد از این که ماه رمضان میرسه، این ماهی هست که دوباره من و شما را، برادران بزرگوار من، با پروردگارمو آشتی میگردانه. این ماهی هست که ما و شما را نمیگذاره که در کنج خانه آرام شینیم. شخصیت های را ما میدانیم که دوامی 11 ماه نماز نمیخوانند، اما ماه رمضان طهارت کرده به سوی مسجد میآیند سر خم میکنند. به تعبیر دیگر این ماهی است که والله قسم قامت شیطان میشکند. این ماهی است که یک ساله محنت و زحمت و مکر و نیرنگ و حیله و فریب شیطان بیکار میگرداند. عزیزای خدا میفرماید که وقتی ماه رمضان میرسد، شیطان با چنان غمگین میشود که سری وی رفته در زمین میرسد. افتس وای به حال من، ای وای بر من، یک ساله محنت من برباد رفت. به چه خاطر؟ به خاطر که شخصیت هایی را که اسیر کرده بودم، در دام خود افتانده بودم، شخصیت هایی را که از صاحب و پروردگارشو جدا گردانده بودم، اونها از من رو گرداندند، دوباره به سوی آفریدگارشون گشتند. این ماه چنین ماهی بزرگ است. برادران بزرگواری من، وقتی ماه رمضان می رسید، پیغمبر بزرگواری ما یک خطاب زیبایی داشتند. می فرمودند که یا طالب الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ای انسانی که خوبی میخواهی، نیکی میخواهی، برکت میخواهی، حرمت میخواهی، عزت میخواهی، سعادت میخواهی، دنیا و آخرت میخواهی، قبول کن، پیشواز بگیر که ماهش آمد. یعنی ماهی رمضان ماهی جمع خوبی ها، جمع رحمت ها، برکت ها، فضیلت ها، عزت ها، حرمت ها، عبادت ها، ذکر ها، تلاوت ها، جمع خوبی ها در این ماه رمضان قرار گرفته است. پیغمبر بزرگوار برای من و شما خطاب میکرد، قبول کن. امروز ما احساس چی داریم؟ احساس کمبودی داریم، برکت در حیاتمون نمانده است. مردم شکایت میکنن که در بازارها سودا نیست، مردم شکایت میکنن که در کارخانه ها مزد و آیلوک ما را نمیتیند. اصلاحش در این جا هست برادری بزرگوار من. پیغمبر ما را خطاب داره، قبول کن، ماهش آمد. یعنی به خدا رو بیار، رزق دهنده تو الله است. قبول کن که ماه خوبی ها آمد. و ای انسانی که در راه گناه هستی، در غفلت هستی، در معصیت هستی، در نافرمانبرداری پروردگار هستی، اون راه تا کوتاه کن، اون راه تا دوام نده که این ماهی تو نیست. اون راهی که رفته ساده آخرش دوزخ است. وقتی می روی در این ماه الله بزرگوار درهای دوزخ محکم کرده است. به مقصد رسیده نمیتوانی، در دوزخ و جهنم داخل شده نمیتوانی، چون که در این ماه درهاش محکم هستند. ماه رمضان ماهی هست که پیغمبر بزرگوار وقتی ماه رمضان داخل می شده است، یعنی این روزهای ابتدای اولش، پیغمبر بزرگوار می فرمودند که مرحبا بالمطهر. میفتن مرحبا یعنی ما و شما وقتی در خانه ها مهمان بیاید خوش آمدی میگوییم. خوش آمدید. این روز وقتی ما داخل شدیم اکثر دوست ها با چهره کشاده با وقتی خوش، وقتی نزد ما می آمدن برای ما خوش آمدی میگفتند. یعنی خوش آمد برای مهمان گفته می شود. پیغمبر بزرگوار میفتن مرحبا بالمطهر، خوش آمدی ای پاکیزه کننده. اهل اصحاب پرسیدن و من مطهر یا رسول الله؟ گفتن یا رسول الله پاکیزه کننده چی هست؟ پیغمبر بزرگوار گفتن رمضان. گفتن ماه رمضان است پاکیزه کننده. یطهر الذنوب والخطایا، این ماه گناه و خطای شما را پاکیزه میکنه. پیغمبر بزرگوار گفتن این ماه به چنان بزرگی است که برادران بزرگواری من، پیغمبر بزرگوار میفرمایند که شخصیت روزدار خوابش نمازی نفل نوشته می شود، نفس انسان روزدار ذکر نوشته می شود. این ماه به چنان بزرگی هست که بوی دهن روزدار در نزد الله رب العالمین از بوی مشت دیره خوشبوتر است. این ماه چنین ماهی بزرگ است.
کلمه رمضان که ما و شما رمضان میگوییم، دوستای خدا میفرماید که عباره از 5 حرف است. یعنی رمضان حرف ر، حرف میم، حرف زاد، حرف الف و حرف نون است. کلمه رمضان هر حرفی یک معنای دارد. یکمین حرفش حرف ر هست. این ماه رحمت است. ر یعنی دلالت بر رحمت پروردگار دارد. الله بزرگوار وعده کرده است که در 10 روز اول این ماه بنده هام از رحمتم است. برای انسان های روزدار حتی در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میفرمایند ان فی الجنة بابا یقال له الریان. در جنت یک دروازه هست، یک در هست، یک درآمدگاه هست که نام او ریان است. یدخلون منه الصائمون. از او در ریان در روز قیامت انسانهای روزدار داخل جنت می شوند. کی می شود؟ انسانهای روزدار. پیغمبر بزرگوار گفتند در روز قیامت از اون در ریان داخل جنت انسانهای روزدار می شوند.